سلام به همگی. میگم این سید علی بافور افتاده تو جاده بزبیاری و همینجوری داره قل میخوره. هنوز سوزش تاولای سفر لیدی اشتون خوب نشده، سر و کله بانکیمون پیدا میشه و با یه گزارش حوضما رو پهن زمین میکنه. دبیر کل سازمان ملل که سیاهیش از دخالت در امور کشورها پره، برای چندمین بار به خودش اجازه داده در اموری که اصلا در حوزه اختیاراتش نیست ورود کنه. همکارم سلچو گزارش میده. گزارش جدید به اصطلاح حقوق بشری بانکیمون در مورد ایران، گزارشی چند صفحه‌ای ولی مداخله جویانه و گستاخانه. بانکیمون دبیر کل سازمان ملل در جلسه اخیر کمیسیون حقوق بشر این سازمان در ژنو در گزارشی سراسر مداخله گرانه و با گستاخی تمام به انتقاد از وضعیت حقوق بشر در کشورمان پرداخت. وای پسر دیدی چی شد؟ به وضعیت حقوق بشر تو القراضه ولایت انتقاد کرد. حالا سید علی چه خاکی تو سرش بریزه؟ اصلا سید علی رو بگیم سید علیه، اما گستاخی دبیر کل به اونجا رسیده که شیخ فری اعتدالی رو هم دراز کرده. در این گزارش وی با اهانت به انتخاب مردم ایران و با نقض قوانین بین المللی از عدم تحقق به گفته او وعده های حقوق بشری آقای روحانی انتقاد کرد. این دیپلمات 70 ساله کره‌ای همچنین با گستاخی تمام خواستار آزادی فوری سران فتنه و همچنین محکومان سیاسی امنیتی شد. صحبت‌های بانکیمون خیلی آمرانه و اهانت آمیزه نسبت به رئیس جمهور اسلامی ایران. این که ایشون به وعده‌هاش عمل نکرده، مگر ایشون وعده‌ای با آقای بانکیمون داده که بیاد بر اساس نظرات و خواست آقای بانکیمون عمل بکنه؟ یه دستی میزنی شلقم؟ یعنی میخوای بگی شیخ فری اون پشت مشتا یه قول و قرارایی با اونور آبیا گذاشته؟ خب هماخورید کوثری هم که همینو میگه که قربون هم دیگه برید با این انسجامتون. اگر رئیس جمهور و یا سخنگوی دولت پاسخ مورد انتظار را به این تهمت‌ها ندهد، این شایعه را به ذهن متبادر می‌کند که روحانی قبل از انتخابات ریاست جمهوری مذاکرات و صحبت‌هایی را در این زمینه با آمریکایی‌ها داشته، مگر اینکه قاطعانه بیایند این مورد را تکذیب کنند. اینجاست که افخم الملوک مجبور بشه چادر چاقت کنه و بیاد واسه ماسمالی قضیه. خانم افخم با تاکید بر اینکه انتظار می‌رود سازمان ملل در بررسی وضعیت حقوق بشر کشورها منصفانه عمل کند، با ابراز تأسف از اینکه مجازات‌های در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان مواد مخدر به عنوان نقض حقوق بشر در نظر گرفته شده، افزود سخنان بانکیمون فاقد وجاهت قانونی و اعتبار است. بابا وجاهت قانونی کدومه؟ اختر کماندو. الان دکتر گوریل کارشناس روابط بین‌المللی نظام توضیح میده که آقای بانکیمون چه کاری انجام داده. کاری که آقای بانکیمون انجام داده خلاف عرف دیپلماتیک هست و نقض میکنه حاکمیت ملی کشورها رو. راست میگه دیگه بابا، دبیر کل سازمان ملل درست، ولی دیگه دلیل نمیشه که بیاد به اعدام و نقض حقوق بشر پیله کنه که دبیر کل باید ولایت مدار باشه، باید وصیت داشته باشه، مگه نه عظما؟ باز اینا میگن حقوق بشر، به خجالت هم نمیکشن. باز اینا میگن حقوق بشر، به خجالت هم نمیکشن واقعا. آها، درد اصلی همینجاست. اگه میخواید بدونید که چی شده که سید علی و نظام آشولاشش با یه گزارش دبیر کل یه دیدار اشتون اینجوری به جلز و بلز افتاده، حرفای خرچنگ نظامو گوش کنید. این دیدارها بهانه‌ای می شود برای اینکه پرونده حقوق بشر در ایران دوباره بهانه شود و جرقه آن زده شود. امروز دشمن با جنگ نرم می خواهد نظام را براندازد. بله، قصه جرقه و انبار باروته. داستان سنگ حقوق بشر و شیشه عمر ولایته.
سیدعلی حاضر اون یکی دستش رو هم با سانتریفیوژاش پلم کنه، اما یه وقت رو شیشه عمرش خط نیفته، چون میدونه اگه از اعدام دست برداره اون وقت ملت نه دست و پا براش میذارن نه عباب و عمامه. یه پشمی نمون به کلاه ریشیش ولایت، باز گم شه بره این جانی دزد کثافت. چرا نشستی بابا؟ پاشو 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 این خره دجالو بکن پی. نفس سیدعلی رو تحقیق آره حسابی برونده، قیمت دلار این بار فیوزشونو پرونده. باز قیامتی به پا بشه از پیچ شمرون تا خود ری. رقصای داغ و شفاف با آقای موشکار، با آقای موشکار.